این کسی که این یوتیوبری که دیدی اسمش چیه؟ بگم؟ آره بگو، من اینو میارم بکش. پوتک چه اتفاقی داره میفته؟ قیافه پوتک در اومد توی. خب برعکس برمیگردیم. حالا من نمیدونم بعد اینه یا فرداست یا دیگه چه اتفاقی افتاد. اینا دست موسی تصمیم گیرنده این داستان هست. شما بخوای پول در بیاری چیکار میکنی؟ یه بیزنسی رو بخوای راه بندازی؟ چمنزنی. ولی ما شعبده بازا نه اینجوری نیستیم. ما میایم چند تا کاغذ و سایز پول برش میزنیم. 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. درسته؟ و اینو میگیریم تو دستمون، با یه چرخش تبدیلش میکنیم به دلار. $1، $2، خیلی مریضی. $4 و $5. حالا کاغذا تو اون دسته که پولا هست یا نه دیگه؟ اصلا کاغذا نیست تو داستان. نه تبدیل شده به این دیگه، تبدیل شده به دلار. یادت یه کار تو پادکست گفتم دیوید کاپرفیلد اومد اجراش کرد و تمام شعبده بازا خریدنش. و گفتم به دست منم رسیده. اون کار اینونه. خیلی کار مریضیه. ببین جالبی این کار، اگه پیشم بودی $1 ازت میگرفتم اسکناس خودت و میدادم این مدادم تست کنی، یعنی همه چی معمولیه. جالبیش اینه این پولو من اینجوری میکنمش تا میزنمش. اوکی خب این مدادم میذارم وسطش. دیدی؟ اجازه بده. خب این مدادم میذارم وسطش. حل تا اینجا قبوله. من می‌خواستم بگم وسطش نیست، می‌خواستم زر زیادی بزنم ولی دیگه جواب دادی آردی. نکن اینجا رو. خب من میتونم حدس بزنم چیکار کردی؟ حدس بزن. یه چیز چسبنده یا روی پول یا روی مداد هست، تو مدادو نذاشتی وسط پول، گوشی پشت پول. بعد آروم درش بهت نشون دادم وسطشه. بهت نشون دادم وسطه. میخوای دوباره اجرا کنم یا میخوای تو ویدیو ببین؟ نه دوباره اجرا کن. برای همین که ما میایم مداد، من اگه میخواستم اون کارو کنم پولو اینجوری تا نمیکردم که شما ببینی که من مدادو میذارم وسط پول که این قسمتش رفته وسط، میبینی؟ از اون اومده بیرون. خاک پس سرم. آره این کارو دیوید کاپرفیلد فکر میکنم 30 سال پیش اجرا کرده و خیلی هم فروخت تو دنیا. یعنی این کار مال خود دیوید کاپرفیلده، اولین اجراش توسط خود دیوید بوده. پول یه جوریه که خودش میچسبه به خودش یا پول جدا نمیشه هیچ وقت یا تو هیچ توضیحی نمیدی؟ نه اصلا پول میتونه پول شما باشه. مدادم چک کن، یه مداد معمولیه. جالبیش همینه، اون تریکه مهمه، اون لمه مهمه. چه باحال اون ترفنده مهمه. چه ترفندی باعث شده که این اتفاق بیفته. همه چی معمولی و فره. خیلی باحال بود. خب عمو سهیل، من اگه بتونم رمز آبربانک تو حدس بزنم خیلی عجیبه. خیلی ایمان میاری به من؟ اصلا پا میشم میرم دیگه. نرو ولی. خب عمو مداد یعنی تو اینو حذف نکن. عمو مداد ببین یه کاغذه خب با یه مداد دارم من. درست. قبل اینکه ازت بپرسم من یه چیزی می نویسم و مدادو میذارم زمین. اوکی؟ خب فقط قبلش به رمزت وجدانن به رمزت فکر کن. اوکی؟ من میبرم پشت سرم چیزی که دارم میفهمم و سعی میکنم. اوکی؟ به نظر که داری درست می‌نویسی. چجوری داری فکر میکنی درست؟ نه این نمیتونه باشه. چقدرم عجق و عجق شد. من مدادر میذارم گوشه، دستای منم خالی. خب عمو سهیل فقط ببین سر اجراش هست اینی که دارم میگم. رمزی که تو استفاده میکنی و برای آبربانک چیه؟ بگو من اینو برمیگردونم ببینیم من تونستم آیا با این فاصله‌ای که بین من و شما هست درست حدس بزنم یا نه. 666 666 4 تا 4 تا 6. یه ذره گفتم پشتم بردم عجق وجق در اومد. حالا بذار من اول به دوربین نشون بدم فوکوس کنه.
6 نمیدونم شما میبینی خوبی یا نه. من نمیبینم متاسفانه. تو تصویر افتاده. آره خدای رمز اینه، رمز عوض کن. نه اوکی، حالا کسی گیرش افتاد استفاده کنه، ولی خب چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی چی؟ چجوری 6 رو فهمیدی؟ چرا هیچکی راجع به موضوع صحبت نمیکنه که مجلسی اینجا فکر کنم تو نوشتی؟ برات یه مثال میزنم همون سوال که چجوری این اتفاق میفته رو بهت بگم. من خیلی میخوام الان بریم. خب پس یه اجازه من بده، من یه دسته کارت بیارم. همون سوال میخوام یه کارت انتخاب کنی. خب تو ذهنت نرو سراغ آسیپیک یا بی بی دل که همه میرن، برو سراغ یه کارت کاملا رندوم تو ذهنت، نگو. خب الان یه کارت کاملا رندوم تو ذهنت داری، درسته؟ درسته. من یه سری سوال ازت میپرسم ولی جواب سوالای من بله و خیره، ولی نه به صورت کلامی. یکی از دستات انتخاب میکنی که بله، یکی از دستات خیره، ولی به من نمیگی کدوم دستت بله کدوم خیره. اوکی؟ دستتو میاری جلوت مثل حالت دعا کردن، یکی بله یکی خیره. هر سوالی ازت میپرسم جوابش بله بود فقط به اون دست بله نگاه کن، اگه خیر بود به اون دست خیرت نگاه کن. حواست باشه موقع پرسیدن سوال بله سرتو اینجوری نکنی، خیرم اینجوری نکنی. اوکی؟ یعنی من نمیدونم کدوم دستت بله کدوم خیره الان، درسته؟ یه کارت رندوم هم داری. درسته. خب یه سوال ازت میپرسم، خال کارتی که انتخاب کردی قرمز بود؟ باید الان فقط نگاه کنم فقط به اون دستم. آره فقط به اون دستت نگاه کن. خب کافیه. نه اشتباه نکردم. خب عوض کن، بله و خیر رو عوض کن، بله و خیر رو دوباره عوض کن. یکی رو بله انتخاب کن، یکی رو خیر. خب خال کارت قرمز بود، اون دستت نگاه کردی، درسته؟ خب کارتت عکس بود. خب خال کارتت گیشنیز بود. کارتت زوج بود. زوج یعنی عدد زوج؟ آره. کارت بالایی بود. خب دستتو بیار پایین. دقیقا رفتی سراغ آسپیکه؟ آره خیلی معلوم بود آسپیکه. چرا آسه گیشنیز نه؟ دیگه یه سری تکنیکایی داریم که ما میگیم دیگه، مثلا این آسه خش چرا نه، ولی تبدیلش به آسه پیک به عنوان مثال. واو خیلی جالب بود. بریم ادامه کارم. رفتید موچ منو بگیری همون سوال، گفتم نرو سراغ آسه پیک و بیمیده، نگفتم آسه پیک انتخاب نکن. اوه فهمیدم چقدر کثیفه کارت. میای به من میگی آسه پیک انتخاب نکن، بعد اون چرا رنگ سیاه رو میکنی تو مغز من، بعد میکنی قرمز، بعد میفهمی کدوم 1 و 9. چقدر جالب. نه من هنوز 10 بار دیگه نمیفهمم چیکار کردی، ولی استارتش رو فهمیدم. نه واقعا دوست داشتم اونو انتخاب نکنی. اصلا انتخاب نمیکنن اونو، وقتی میگم نکن نمیکنه طرف، و انتخاب های خیلی گسترده ای داره. جدی دارم میگم. وایسا سر تو رو ضبط کنم. وایسا امینم اومد رو خط. چجوری امین میگه معلوم بود؟ چجوری معلوم بود؟ یکم منو دستاتو نگاه کردی، گفت اول قرمزه، گفتی نه، به سمت نه نگاه کردی. خب همین من دوباره برای اجرا میکنم اینو. من که نمیدونم چی. بعد گفت گیشنیزه، تو با سمت نه نگاه کردی. یه چیز میمونه پیکه. خب گفتش خالت درشت بود یا ریز بود. فکر کنم پرسید اول خالت ریزه، گفتی آره. نه گفت درشته. گفت درشته. گفتم کارت بالایی هست، گفت آره. گفتی عکس اون ور نگاه کرد، گفت درشته اون ور نگاه کرد، بعد گفت آسپیک. آره میتونم در صورتی که من اینو آسپیک انتخاب نکنه. مهم نیست، هنوز یه بار دیگه اجرا میکنم اینو ببین. نتونی این کارو بکنی امین. نه من الان تریکو فهمیدم. عمو سر آماده ای؟ برو بریم. این تو تصویر هست، این دوتا توپو میبینی یا نه؟ بله. سفید تنمه. خیلی واضحه. پس ببین این کار به این شکله که
من یه توپ دارم و یه لیوان. خب قشنگ باید 6 تن حواست رو جمع کنی. من این توپو میندازم داخل لیوان، صداش میشنوی؟ نه. میاد؟ نه. اوکی. نمیاد؟ اومد تو این لیوان است دیگه. تو باید حواست باشه که وقتی که من این توپو ور میدارم میذارم روی پام، این توپو دزدکی دوباره نیام بیام بذارم زیر لیوان. اوکی؟ اوکی. تا اینجا متوجه شده؟ پس متوجه شده چی شد؟ 100%؟ توپو بعد وقتی توپو میذاری رو پات نره زیر اون. آره 100% متوجه شده دیگه. آره تو دروغی که تو هستی الان اون زیره. نه اینجاست. الان 2 تا اون زیره. کثافت کاری که تو کردی الان مامان منم اون زیره. چه اتفاقی داره میافته؟ آقا از اول شروع میکنه. خب ببین من توپو میندازم داخل این، میشنوی؟ خب من توپو ور میدارم، توپ الان تو دستم یا زیر لیوانه؟ من که میگم زیر لیوانه، به تو هیچ اعتمادی نیست ولی تو دستته. جالب اینجاست هر جا که تو بگی نیست. میگم دیگه آدم مریضی هستی. تو دوست داری یه کاری کنی آدمو شبا ناراحت بخوابم. اون یارو تو بیمارستان همین شده، میگه تو زندان میگه من 40 سال هر شب به زن و بچه‌م فکر کردم. توی دریوس یه دقیقه اینجا من زندگیمو به باد داری. یه بار دیگه دقت کن نکن. الان من این توپو بردارم بذارم رو پام، توپ رو پامه یا زیر لیوانه؟ یه راهنمایی بهت میکنم. زیر لیوانه. اصلا هیچ توپی رو پایت نیست. مطمئنی؟ پس اینجوری اگه اینجوری باشه من باید 2 تا توپ داشته باشم دیگه. تو که 7-8 تا توپ داری. خب دارم، آفرین. ولی توپی که من دارم یه مقدار، خب اینو من میذارم رو پام. توپی که من دارم توپ دوم یه مقدار گنده تره. ولی خب خلاصه اگه یه بشکنم بزنی یه چیز دیگه هم میشه زیرش. دیدم الان یه چیزی که توی لیوان بالاخره نگاه دیدم. این نارنگیه. ولی عجب و سرعت قوی. این توپه تبدیل شد به اینا دیگه. اینم زیرش هم خالیه. اینم پوست پیازیه که از این افتاده. اینو برمی‌دارم میذارم روی این توپه، میاد دوباره زیر این. خیلی باحال. اینو تو مینی چت من عمو ضبط کردم. بعد یارو گفت تو تره بار داری؟ پاره شده بودم خنده. خب گفتی اون کارتر میخوای یه بار دیگه بکنی قبل از اینکه بری بعدی. خب کارتر یه بار دیگه که من یه آسپیک انتخاب نکنم. آقا ببین قشنگ به توضیحات من گوش بده. نرو سراغ آسپیک یا بی بی دل. یه چیز واضح نرو. برو سراغ رندوم. اوکی؟ الان داری دیگه. یکی از دستات انتخاب کن بله، یکی از دستات خیر. خب من نمیدونم کدوم بله کدوم خیره. هیچ ایده‌ای هم ندارم. امکان داره چند تا حالت وجود داره تو یه کارت رندوم انتخاب کرده باشی. سوال اول، خال کارتت قرمزه؟ کارتت عکسه؟ خال کارتت اشتباه نکنم دل باد باشه. نگاه کن فقط. کارتت کارت بالایی هست؟ زوجه؟ خب دستتو بنداز پایین. عمو سهیل نمیدونم تونستم درست حدس بزنم این دفعه، چون تو ذهنت هی زیاد فکر کردی، زیاد سعی کردی منو بپیچونی. ولی من یه کارتو میارم بیرون به صورت خیلی منصفانه. اگه شد نشدم که فدا سرت دیگه. کارت چی بود؟ تو برگردون. نه بگو برمیگردونم. تو برگردون. من در میارم. من بذار پیدا کنم کارت خودم. آره با هم دیگه برگردونیم.
از کجا میدونی تو مغزم زیاد فکر کردم؟ دیوونه ای یا انقدر خودم هم به 2 تا کارت موندم واسه بخوای. واسه همین بنک فر باشه باید 2 تاشو بد نشون بدم. تو صحبت یادم رفت کدوم بود. 1 2 3 2 3 مادر بگید خیلی قوی واقعا. براوو پشمام. من خودم 2 تا شد تو مغز خودم. تو هنوز درست گفتی. برای اینکه اتفاقی افتاد با 9 خش شروع کردم، بعد همون ثانیه‌ای که قبل شروع کردم گفتم نه 9 خش خیلی بالاست، بذار یه عدد انتخاب کنم که وسط باشه که وقتی میپرسه عدد بالاست یا پایین بگامش، چون نمیدونم به نفر به نظرش 7 بالاست یا پایین. بعد اونجا کردمش 7. بعد که تو گفتی شروع کنین تو مغزم 9 خش بود. بعد سوالا که گفتی گفتم دیوس تو که 7 انتخاب کردی چرا رو 9ی؟ بعد برای همین وقتی گفتی گفتم بعد 2 تا نشون بدم. من خودم به 2 تا رسیدم ولی تو باز درست‌تر گفتی. اما سوال یه کاری از اینم مال دیوید کاپرفیلده. یعنی واقعا من تو همه شوهایی که بتونم اجرا کنم اجرا میکنم، چون ورق هست یه کارت گنده دارم رو استیج اونو میبرم، اگه بشه محدودیت نداشته باشه اونو اجرا میکنم همیشه. گفتم که اینو برات اجرا کنم و یه یادگاری هم آخر برات میمونه. خیلی باحاله. دمت گرم. آماده ای؟ اما سوال من کارتا رو آماده که نیستم، چطوری میتونم واسه این آماده باشم؟ من کارتا رو بر میزنم. خب تو به من یه جا بگو استوب، من وای میستم باشه. بعد من مانیتورم قبلش بگم مانیتورم قسم میخورم جلومه، یعنی این برای نگاه کنم هیچ دیدی ندارم. متوجه شدی؟ هیچ کسی به تو اعتماد نداره. نه قبول کن اینو به من اعتماد کن. یا اصلا نمیدونم چشامو ببندم خوبه؟ نه قبوله. این برای نگاه میکنم قبوله. یه جا به من بگو استوب، من وایسم کارتا رو که بر میزنم اینجوری. اوکی وایسا. تموم شد. یه بار دیگه وایسا. خب عموسه من این ور رو نگاه میکنم، جایی که گفتی استوب کارتی که میبینی رو تو ذهنت باشه. اوکی آس پیک. اوکی نه نگو آس پیک عوضش کنم. آس پیک نیست. نه نیست. خب من میذارمش وسط دست کارت و برش میذارم. کارتی که دیدی و توی کارتات پیدا کن و بچسبون به سینت، به من نشون نده. چه خفن کارت اولیه خیلی نزدیک بود بهش ولی ای بیا دیگه حالا. خب من سعی میکنم که کارتیو که دیدی تو این دفترچه نقاشیش کنم و بزرگم گرفتم خب که قشنگ دیده شه. اوکی خب اگه آسپیک باشه عصبی میشی. آره ولی احساس میکنم شبیه. یه دقیقه به من اجازه بده. شاید یه ذره طول بکشه ولی خب اینجا ادیتور باید یه ذره بزنه جلو. شون دارم هممون الان اسکول کردی. کارت الان مثلا زیرشه آردی میدونه چیه، روش نقاشی کشیده، 3 دست میدونه ما رو اسکول کرده داره فکر میکنه. جایی که خود گفتی استو تو بگم شورت نها کن کارت عوض شده. نه تو دستت کارت تو بر نگردون. احتمال میدم. اوکی احتمال میدم که رو آس وایسادی آس گیشنیز باشه. درسته. نشون نده کارت تو تا بهت نگفتم. نه میخوام صحتشو واقعا تعیین کنم. کارتت واقعا آس گیشنیز بوده؟ صحتشو میخوام تایید کنی برام. نه یعنی ریدم؟ نه من چون میدونستم خب یعنی صفحه 2 سورپرایز هم کنی گفتم همین درست بود که خیال راحت شه. خب در واقع همیشه شواهد واسه راه فرار بر خودشون میذارم. من یه دونه کارت نکشیدم، من یه دسته کارت کشیدم و این آسی که کشیدم کارت اول این دسته کارت هست و کارت شما هم همون سوال
یه جایی میگم ما رو فیلم کرده دستش کارت دیگه. بین این دسته کارت است. یه جایی بین این دسته کارت است هموسه. خب بزن بیاد بیرون. درست؟ بیاد بیرون. من دستمو اینجا نگه دارم، یه کارتی یه ذره میاد بیرون. نمیدونم میبینی یا نه. آره میبینم. ولی تو دوربین مشخصه. همینجوری میتونم این کارت رو همون سوال بکشمش. میگم ما رو فیلم کردی دیگه. جالب اینجاست که همون سوال این کار خب واقعا همون سوال نقاشیه، شاید باورت نشه. من اینو میخوام به عنوان یادگاری بهت بدمش. خب تاریخ امروز چندمه؟ امروز 22 فوریه. برای من چه 23؟ تو فردایی. آره من 22/2/2024 برات میزنم. عمو سهیل هر وقت اومدی ایران من اینو بهت میدم. این کارت مامانم ایرانه، تو رو خود برسون بده مامانم. میرسونم به مامان، آدرس بهم بده براش بفرستم اینو. دمت گرم. واقعا نقاشی میتونی رسید دستت ببینی. این کار دیوید میزنم کاپرفیلد. پشتم. قربونت برم، لطف میکنم. خیلی قوی بود، اصلا سردرد گرفتم، پر و کلکم ریخته واقعا. بچه‌ها خواستم بهتون بگم اینا همه دروغه، ما با هم قبلا چک کردیم، اینا رو همه رو به من گفته. واسه همین میگم اینا همه نه به خدا، ولی هیچ کدوم واقعا من پر و کلکم ریخته، اصلا نمی‌فهمم چه اتفاقی میفته. خیلی سعی کردم مثلا کرم بریزم دیگه، دیدی آسپیکو انتخاب کردم و نمیدونم فلان و بسا، ولی یه کاری که میخوام اجرا کنم، این کار به عنوان کار آخر ربط داره به همین پلتفرمی که ما توش داریم فعالیت میکنیم و تمام سعی کردم کسایی که سابسکرایب های بالایی دارن و شناخته شده هستن تو ایران توی یوتیوب اسمشونو من تو این پد بنویسم. واضح هست اسمشون؟ میبینی الان؟ من که انقدر نور تو چشمه هیچی نمیبینم. خب من ورق میزنم یکی اسمای مختلفی. الان این دیده میشه؟ بذار من فکر کنم به خاطر فرشا سایلن میای پلیز. اسما رو همه رو نوشتم اینجا، نکن اسمای مختلفیه. اوکی. والکوور کانتنت ترسناک میسازه. خب من اسمای یه سری یوتیوبر رو اینجا نوشتم و اینو من ورق میزنم همینجوری. این رو واقعا هم نگاه میکنم. اگه تو دیدی بگو فهمیدم کی، اگه ندیدی بگو میلاد بود دیگه، درسته؟ امین. اگه متوجه نشدی امین بگو، امین تکست بده بهم چیه. اگه تو میبینی به من نگید چیه، یعنی تکرارش نکنید. خب یه کار کن، این کارو با امین بکن، چون اون میبینه من نمیبینم. من صدای امین رو ضبط میکنم. خب صدای امین رو ضبط کن. امین جا آماده ای؟ بله. من یکی کارتا رو ورق میزنم، یه جا من بگو استو. اوکی؟ یه بار دیگه استو. خب ببین کیه تو ذهنت داشته باش. مشخصه، تکرار نکنه. میشناسی طرفو؟ بله. خیلی خوب، من اینو بستم میذارمش کنار. ازت میخوام فقط فکر کنی بهش امین جان. اوکی. من یه قیچی میارم با یه کاغذ. اوکی. این کاراکتری که تو ذهنته فقط سعی کن فکر کنی بهش. خب من چند تا سوال ازت در حین کار میپرسم، فقط سعی کن به این سوالای من جواب بدی. باشه؟ چشم. متوجه شدی؟ عالی. خب من این کاغذ اول تا میکنم. سوال اول، چون من اسم خیلی ها رو نوشتم، این اسمی که دیدی خیلی الان تو خیابون بری بگی میشناسن؟ آره. خیلی دروغ که نباید بگم دیگه، خدایی راست. نه راستشو بگو. اگه دروغ گفتم این کاغذ رو عوض کن. خیلی خب اوکی. چه کاغذایی میپاشه هوا، یه کارتونه.
خب من یه سوال ازت پرسیدم دیگه، درسته؟ یه سوال ازت پرسیدم ولی شروع کردم اینو برش زدن. خب درسته. من اینو باز میکنم، یه حالتیه میبینی؟ ولی قبل اینکه کامل بازش کنم ازت میخوام که نه، شاید اینجوری تماشاچی فکر کنه که هر یه طرف باز کنه یه چیز دیگه است. من اینو باز میکنم، فقط بعد دستمو برمیدارم. اوکی؟ این کسی که این یوتیوبری که دیدی اسمش چیه؟ بگم؟ آره بگو، من اینو میارم بکش. پوتک. چه اتفاقی داره میفته؟ قیافه پوتک در اومد توی چیز، تو عکس. هولی شوت. آره تازه این عکس قدیمیش که بک‌گراندش هم بود در اومد. چقدر واقعا حرفه‌ای، یعنی پراکور کم میخوان دم دیگه هم واقعا. آقا شما اون رمز کارت رو یه بار باید رو من انجام بدی، من باورم شه. چشم. چطور بود عمو سالی؟ اینو نظر تو بگو. من یه بار دیگه رمز کارت رو انجام بدم. رفت. چرا؟ خب همین فکر کنم سوهیل رفت. فکر کنم لفت. خب اینجا یعنی که منم میرم دیگه. نه نرو، ولی قول بده نری. اوکی. خب به رمز کارتت فکر کن. داری فکر میکنی الان؟ بله. سعی کن دقیق فکر کنی. خب سعی نکن بازی بدی منو. خب تو ذهنت واقعا تکرار کن. کارت من دارم، یه ایران میدونه رمز کارتم. خب اوکی، اینم نداد تصویر باشه. صدای منو داری الان؟ بله. من بگم صدامو داری؟ چون صدای تو یه لحظه قطع وصل شد. بله. خب رمز چیه؟ 2562. 2562. اگه الان من 2562 اینجا نوشته باشم تو واقعا لف میدی؟ من واقعا میرم. نه نرو تو رو خدا. اوکی. نمیری ها. باش ببینم. نمیبینم. وایسا. فاک. اصلا امکان نداره. حاجی من گفتم سهیل 4 تا شیشه راحته، برای من رمزم سخت. آره دیگه قرار نبود اینطوری بشه. قرار نبود ولی شد. وای عمو سهیل رفت واقعا. واقعا رفت. من ازم خداحافظی کنید. خب بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. از طرف عمو سهیل میبوسمتون. پیس اوت. سوهیل اقتصادی